وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بخشش زیاد در همین دو مسئله کمتر مشکلی داریم، هر دوش دادنیم. یکم سوال استاد اویدی صدقه کفاره برای گناه دادنیم استاد. همین صدقه را میشد به شخص گویم به شخصی به نماز و یا اینکه به مادر خود یا خاله خود همین را دادن. شخصی به نماز مسلمان البته. اگر این زکات باشد، نه صدقه برای کفاره گناه، برای در وقتی ممکن نبودن هم خوابگی شدن در همین حالت. منظوری من را فهمیدید؟ برای در حالت ناپاکی بعد از تولد کردن در من سحر سوال داده بودم استاد. این خیلی باشد، نه اینم باید به یک جای رود که اقصد وقتی که شریعت مسکین فقیر گفت الکی این احکام شریعت اصلا برای مسلمان ها هست، یعنی این برای مسلمان ها هست. مادر نمیشد، خاله اگر نماز خوان باشد بله. با یک کسی دیگه گفتید کی پرسیدید؟ نه من در منظورم این بود که مادر، خاله و یا اگر شخصی بیگانه مسلمانی به نماز. مادر به صدقه نمیشد، مادر به هدیه میشد و نفقه میشد، یعنی مادر به شما وظیفه دار هستید. بله. مادر خودتان نه هرچی خاله به نماز نمیشد استاد بخشش زیاد میانی گپتون. همین صدقه رو، همین صدقه کفاره گناه رو به خاله دیم در حالتی که به نماز است، بیمار است، محتاج است. خیر، به قول طایفه از علما میشد. بهید و نصیحت کنید که نماز خوانند، خاصتا در ایام بیماریش آدم یعنی قدر صحتی، قدر نعمت های الله تعالی را باید فهمد. نصیحت کنید و تید